سلام مجدد. این چالش قبلی که گذاشته بودم که کسی یه تعریف ما بده، که فقط آقای حاجی خان یه نکته ریزی اشاره کرد. ما از قوطی 14 استفاده کردیم، قوطی نه، ناودونی، از ناودونی 14 استفاده کردیم که با بورشایی که دادیم یه قوس ایجاد کردیم. روی قوسا دقیقا جای برشا از دو طرف با تسمه دوبل شده و سرتاسرم از سر به سر میلگرد کشیده شده. تحمل بار هر کدوم این میلگرد ها در حالت کششی 5 تونه، یعنی 4 تاش میشه 20 تن. به فرض اینکه تمام این جوشا بشکنه، تمام این تسمه ها ببره، این میلگرد ها 20 تن فشار رو تحمل کنه برای یک چرخ کامیون. طراحی اینا تازه فقط برای یک چرخ کامیونه. مجموع اینا، دوبل اینا و دوبل اونور که میره زیر چرخهای تریلی، 80 تن بار رو تحمل میکنه.